یکی هم همین خود وحدانیت اگر واقعا محقق بشه حضور مقدس مولا اسلام ظهور کنن، یکیش تفسیرات و بینایی آگاهی هستش و شاید مقدمه اون به نظر من اخلاق جامعه مهدویت هستش. جامعه مهدوی باید چه اخلاقایی داشته باشه که یکیش بصیرته. یکی از نیازهایی که ما داریم الان واقعا تو جامعه ما وقتاً تو شهرها همین نیاز بیشتر احساس میشه، بحث اخلاق هستش و یکی هم گفتار خوب. من دوست دارم امشب انشاءالله دو سه نکته کوتاه مورد موضوع کاربردی و کارگاهی چند مطلب خیلی ساده اینو خدمت دوستان تقدیم کنم که ثمره عملی داشته باشه. به ذهنم میاد اگر ما واقعا بخوایم یک شعار، یک مطلب برای سازمان بین الملل، برای همه دنیا، برای همه عالم از قرآن انتخاب کنیم، این آیه شاید بهترین آیه باشه. قولوا للناس حسنا، قولوا للناس حسنا. آقا با همه انسانها خوب برخورد کنید. شما نگاه کنید حضرت علی علیه السلام دشمنش هم که میخواد سرش رو ببره باز با احترام و فرمان تکریم. خواهر عمرو بن عبدالعزیز اومد کنار جنازه عمرو بن عبدالعزیز، تو من برای تو گریه نمی کنم، یک کس کریمی، یه انسان بزرگواری تو رو کشته. گفتن چطور؟ گفت وقتی که نگاه کرد به بدن برادرش دید که لباسای برادرش سر جای خودشه، زره سر جای خودشه، کلاهخودش سر جای خودشه، شمشیرش سر جای خودشه، فقط دشمن خدا بود باهاش مبارزه کرد با همون داستانی که همون شنیدیم. وقتی هم که این بنده خدا آب میندازه نه شیطان بنده خدا که نه آب میندازه تو صورت حضرت علیه السلام آب دهان میندازه، حضرت میره دور میدان یه مقدار گشت و گذار میکنه، خشمش فروکش میکنه، بعد میاد سرش میبره. حتی اونجا هم میگن عمرو بن عبدالعزیز خیلی آدم مغرور و متکبری بوده. حضرت علیه السلام میگه که سر من میخوای جدا کنی از این پایین ببر. از علیه السلام میگه چرا؟ میگه اگر سر منم با این قرار میگه بقیه خود بالاتر باشه، یه ذره 10 سال مثلا سر من